داستان ازدواج دختر 16 ساله با پدرش. روزی بود و روزگاری. پدر و مادری بودند که دختری داشتند. این دختر نوجوانی 16 ساله و بسیار زیبا بود. روزی مادر به دخترش گفت: چنانچه من زودتر از پدرت از دنیا رفتم، یک جفت کفش و یک انگشتر دارم. آنها را میبری و به دست و پای دخترها اندازه میگیری. کفش و انگشتر اندازه پا و دست هر کس شد، او را برای پدرت میگیری. بعد از مدتی مادر در اثر بیماری از دنیا رفت. دختر مدتها تمام شهر را جستجو کرد، ولی دختر مورد نظر را نیافت. روزی خسته و نالان به خانه می آمد. به این فکر افتاد که کفش و انگشتر را به پا و دست خودش امتحان کند. کفش را به پا کرد و انگشتری را به انگشتش. هر دو اندازه بود. اینجا بود که پدرش اصرار روی اصرار که حتما باید به وصیت مادرت عمل کنی و زن من بشوی. هرچه دختر التماس کرد که پدر نمی شود، گناه دارد، پدر راضی نشد. وقتی که دختر دید چاره ای ندارد، 1 هفته مهلت خواست. آنگاه خودش را زود به نزد زرگری رساند و از او خواست که نخلی بزرگ بسازد که بتواند 1 نفر با خوراک 1 ماه در آن جای بگیرد. زرگر با مشخصاتی که دختر گفته بود نخل طلا را درست کرد و تحویل داد. دختر هم نخل را آورد و گوشه حیاط گذاشت. 1 هفته مهلت به سر آمد. پدر گفت: الوعده وفا. دختر موقع خواب از پدرش اجازه گرفت که برود دستش را بشوید و برگردد. بعد وارد حیاط شد. کفشش را سر چاه گذاشت. برگشت و رفت توی نخل. پدر پس از کمی انتظار از اتاق بیرون آمد. وقتی کفش دختر را سر چاه دید، خیال کرد که دختر خودش را به چاه انداخته. فکر دختر سبب شد که پدر خانه نشین شود. بعد از مدتی پدر به نخل طلا نگاهی انداخت و با خودش گفت: شاید وجود این نخل باعث گم شدن دخترش شده است. برای همین نخل را برداشت و به دکان زرگری برد تا بفروشد. اتفاقاً پسر پادشاه از آن محل عبور می‌کرد که چشمش به نخل طلا افتاد. از آن خوشش آمد و آن را خرید و به قصر خودش برد. مدتی گذشت و شاهزاده متوجه شد که شبها ظرف‌های خوراک او دست می‌خورد. خدمه را مورد سرزنش قرار داد، ولی دید باز هم همان آش هست و همان کاسه. تا اینکه روزی تصمیم گرفت که پشت پرده بایستد و ببیند چه می شود. بعد متوجه شد که در نخل طلا باز شد و دختری زیبا از آن بیرون آمد و با عجله مقداری خوراک از ظرف برداشت و دوباره داخل نخل رفت و در را بست. شاهزاده آمد کنار نخل و گفت: هر که هستی بیرون بیا. ولی دختر بیرون نیامد. تا اینکه روزی سر به زنگاه، هنگامی که دختر مشغول خوردن بود، مچ او را گرفت. دختر که دید چاره ای ندارد، تمام ماجرا را برای شاهزاده تعریف کرد. شاهزاده از دختر خوشش آمد. به او گفت: چون من مسافرتی در پیش دارم، تو دوباره داخل نخل برو. من هم دستور می دهم هر شب غذای من را به اتاق بیاورند. در ضمن من دخترعمویی دارم که نامزد من است، ولی من او را نمی خواهم. پس از مسافرت ترتیبی می دهم که با تو ازدواج کنم. خب دوستان عزیزم، ممنون که تا اینجای داستان همراه هم بودین. اگر از این داستان خوشتون اومده، لطفاً با لایکاتون از ما حمایت کنین و ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین. میریم سراغ ادامه داستان. شاهزاده به مسافرت رفت. زنموی شاهزاده که از بیمهری شاهزاده نسبت به دخترش بدگمان شده بود گفت: هرچه هست در این نخل طلاست. روزی نزد مادر شاهزاده رفت و از او خواهش کرد که برای چند روز نخل را امانت بگیرد.
شاهزاده گرچه به مادرش سفارش کرده بود که نخل را به کسی ندهد، ولی مادرش این کار را انجام داد. زنمو هیزم زیادی را انبار کرد. آن را آتش زد و نخل را داخل آتش انداخت. حالا بشنویم از دختر. وقتی او را به کوچه انداختند، خارکنی او را با آن وضع خراب دید. او را به خانه اش برد و به مداوایش پرداخت. مدتی گذشت و حال دختر بهتر شد و آبی زیر پوستش دوید. روزی برای خرید از خانه بیرون رفت که خبر بیماری شاهزاده را شنید. زود به خانه آمد. شوربایی را تهیه کرد و انگشتری را که شاهزاده قبلا به او داده بود در آن انداخت. شوربا را به خارکن داد که برای شاهزاده ببرد، ولی او را به قصر راه ندادند. خبر به گوش شاهزاده رسید. او گفت حال که شما انواع و اقسام مداواها را درباره من انجام داده اید، دل پیرمرد را هم نشکنید. به فرمان شاهزاده پیرمرد خارکن وارد شد و کاسه شوربا را به شاهزاده داد. شاهزاده شروع به خوردن شوربا کرد که ناگهان چشمش به انگشتر افتاد. از پیرمرد خواست که حقیقت را به او بگوید. پیرمرد خارکن هم سرگذشت دختر را مو به مو برای شاهزاده تعریف کرد. شاهزاده خوشحال شد و همان موقع بود که حس کرد حالش بهتر شده و دستور داد دختر را آوردند. آن دو همدیگر را چون جان شیرین در آغوش گرفتند و شاهزاده با دختر نخل ازدواج کرد و سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند. خب دوستان عزیزم، به پایان داستان امشب رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. تا شبی دیگه و یه داستان جذاب دیگه، خدا نگهدار.